آیا کسی که بر همه مسلط است و اعمال همه را می‌بیند چون خدایان دروغین است؟ آنها همتایانی برای خداوند قائل شدند. بگو آنها را نام ببرید. شاید می‌خواهید خداوند را از وجود چیزهایی در زمین باخبر کنید که نمی‌داند، و یا سخنان بی محتوا می‌گویند. نه، در نظر اهل کفر نقشه‌های فریبکارانشان زیبا جلوه‌گر شده است. راه نجات بخش الهی بر آنها بسته شده است. بدانید هر کس را خدا در گمراهی بگذارد هیچ راهنمایی برای او وجود ندارد. در زندگی دنیا گرفتار عذاب خواهند بود، حالان که عذاب آخرت بسیار سخت‌تر است و برای آنها در برابر مجازات خداوند هیچ محافظی وجود ندارد.